یه نفر دیشب تو فکرت بوده. میخوام بهت بگم این شخص کیه و چرا داشته بهت فکر میکرده. کافیه 222 رو کامنت کنی تا مخاطب این فال بشی و این ویدیو رو لایک کنی تا با فال هم انرژی بشی. با انجام دادن این دوتا کار شما این فال رو مثل یه فال شخصی برای خودت میگیری. با نام و یاد خدا شروع میکنم. براتون آرزوی بهترین رو دارم. اینجا هم که میدونید طبق معمول اطلاعات کیساتون رو بهتون میگیم، یعنی کسی که تو فکرت بوده، که حالا این فرد میتونه هر شخصی باشه. اطلاعاتش رو این تو میشنوی و متوجه میشی کیه، چون 100% این فرد رو میشناسی. یعنی من از روی کارت هایی که قبلتر براتون در اومده دارم میگم این فرد کسیه که تو قبلا میشناسی و اونم تو رو متقابلا طبیعتا میشناسه. خب من نام و یاد خدا شروع میکنم. اول از همه چرا بهت فکر میکنه و این شخص کیه. اول این شخص کیه یعنی چه نسبتی با تو داره رو بکشیم، بعد میریم سراغ بقیه پارامترها و ادامه داستان. تا پایان این فال با من باشید. اولین کارتی که اومد کارت کینگ آف وانز هست که میتونه اشاره بکنه به فردی در خط گذشته، که میتونه اشاره بکنه به یک پارتنری که شما در خط گذشته باهاش توی رابطه بودی و الان ارتباطتون با همدیگه کات شده. خب پس میتونه یک کسی از گذشته باشه که به هر شکلی این رابطتون بینتون خراب شده و این فرد الان انگار که پشیمونه. حالا ما هنوز به دلیل فکر کردن و اینکه به چی فکر میکنه نرسیدیم، ولی خب چون یکی از کارت‌هاش نماد پشیمانی فرد از یک عملیه که انجام داده، پس میتونه اشاره به پشیمانی به کلاً داشته باشه، ولی میتونه کیسی باشه که در خط گذشته باهاش توی رابطه بودی. البته این کارت به یکی از اعضای خانواده هم اشاره میکنه، یعنی ممکنه این فرد دختر، پسر، خواهر، برادر یا یک کسی که همخون هست با شما، حالا دخترمه، پسر دایی یا هر چی که شما حالا باش نسبت دارید که با هم قهر هستید و به هم پشت کردید، این فرد میتونه اون فرد باشه. اوکی. این فرد میتونه کسی باشه که شما توی محیط کار یا تحصیل میشناسیدش و حالا یا خودتونم همینطور یا فقط ایشون روی شما کراشه. یعنی من بحث یه عشق و احساسی رو میبینم که این فرد داره هی توی ذهنش بهش فکر میکنه و خیلی بارها حتی میبینم که طرف خیلی دوست داشته که به سمتت قدم برداره و این ابراز علاقه رو انجام بده و بهت بگه که ازت خوشش میاد، اما خب انگار هر بار با یه محافظه‌کاری روبرو شده و احساس کرده نباید این کار رو انجام بده چون شاید کار درستی نباشه و فکر میکنم که شما طرفت ممکنه کسی باشه که توی محیط کار یا محیط تحصیل ازت خوشش اومده. اوکی. این فرد میتونه کسی باشه که حتی شما در وهله اول با هم مشکل داشتین، یعنی این فرد کسی بودی که تو از اول ازش بدت میومده. خب و این فرد یا داره به اون حالا دلیلی که شما ازش بدت میاد یه چیزی هست دیگه، یا با هم دعواتون شده یا با هم مشکل خوردین یا به هر شکلی رفتاری داشته که نباید یا یه چیزی شده که تو بدت میاد دیگه. آدم الکی که از کسی بدش نمیاد. حالا این شخص داره به همون موضوع هی فکر میکنه، یا اینه یا اینکه واقعا فقط اشاره میکنه به اینکه شما در برخورد اول با هم به مشکل خوردید، ازش بدتون میومده. ممکنه این فرد هم خونه باشه که خب اینجا اشاره میکنه رابطتون خراب شده، یا به خاطر یک نفری، یا اینکه بین خودتون لج و لجبازی و مشکلاتی پیش اومده، مثلا دخترته، پسرته، مادرته، پدرته، با هم به مشکل خوردین، جر و بحث بدی رو شاید پشت سر گذاشتین و با این کارت میخواسته اشاره بکنه که شاید گذشته تلخی رو با هم پشت سر گذاشتید. حالا میخواد همخون باشه، میخواد دوست پسر دوست دختر باشه، میخواد همسرت باشه که داری جدا میشین. کارت میتونه زن و شوهر در حال طلاق جدایی رو هم اشاره بکنه، پس این فرد میتونه همسر شما باشه که اگر که بینتون مشکلات هستش. کارت بعدی میگه که این فرد میتونه کسی باشه که قبلا به هر شکلی یا از خود شما نشنیده یا اینکه الان فکر میکنه که اگر به سمتت بیاد ممکنه جواب رد بهش بدی. خب یعنی همش تو فکر اینه که من چطور برم جلو که منو رد نکنه، به من نگه. چنین معنی رو میتونه بده. میتونه اشاره بکنه به فردی که به شدت از هر جنبه‌ای خودت هم برعکس سری قبل که افتاده، ممکنه این فرد کسی باشه که مثلا خودت روش کراش هستی. یعنی اشاره میکنه که این فرد میتونه دقیقاً همون کراشی باشه که شما داری، شما خودت از این فرد خوشت میاد و این فرد با ایدئالای تو جوره. این فرد شاید میتونه همون کسی باشه که شما عاشقش هستی و بهش علاقه‌مندی خودت. پس میتونه باز اشاره به کراشتون هم بکنه. تا اینجا به کات شده ها اشاره کرد، به کراشی‌ها اشاره کرد، به اینکه طرف خودش رود کراش تو رویت هم خبر نداره ولی طرفو میشناسی اشاره کرد.
به همخون بودن و فک و فامیل بودن و اینا اشاره کرد، با محیط کار و همکار، اینا همه رو گفت، یعنی از هر جنبه‌ای گفته، حتی به همسرای در حال جدایی. پس فکر می‌کنم که مخاطب این فال افراد مختلف با شرایط مختلف هستن و فکر می‌کنم تا اینجا متوجه شدیم که این فرد کی باشه، کی میتونه باشه. بریم ببینیم بچه همسر قدیمی، همسر سابق منظور میتونه باشه، در جریان باشید. حالا میخوام بپرسم از تاروت که خب چرا داره فکر میکنه؟ علت این فکر کردنه چیه؟ اصلا چرا داره به شما فکر میکنه؟ نیت کنید. کارت اول کارت پیج آف کاپس، خب میتونه اشاره بکنه به اینکه این فرد علت فکر کردنش اینه که دنبال یه راه میگرده که به تو نزدیک بشه. خب براش مهمه که حتما از یه طریقی بتونه با تو وارد رابطه بشه. من فکر میکنم که کیس مقابل شما، حالا هر کی هستش، علت این فکر کردنه این روش و نوع نزدیک شدن به شماست. حالا اگر کیس کارت شده شما هست، کیس کراشیتون هست، خودش رو تو کراشه، یا چه میدونم فک و فامیل دخترت، پسرت، مادرت قرار شد، ما گفتیم کیه دیگه. حالا اون فرد تو هر وضعیتی که هست دنبال راه ارتباطی با توه. اگر از دستش ناراحتی، با هم به مشکل خوردیم، بینتون شکراب شده و بینتون مشکلاتی، اختلافی، چیزی پیش اومده، خب شاید به فکر این هستش که بتونه به نحوی به اصطلاح از دل تو در بیاره، یعنی دنبال راه عذرخواهی کردن و جبران کردن این شرایط میگرده. من میبینم که خیلی از شماها کیستون کراش خودتونه، یعنی میتونم بگم 50% افراد کراشتونه که به اصطلاح نشون میده داره دنبال نحوه ابراز کردن علاقهش میگرده، چون شک داره که شما بهش علاقه‌مند باشی. شاید بعضیاتون بگین من اصلا علاقه‌مو بهش گفتم، من به اون دسته کار ندارم. برای اکثریت داره میگه این فرد از احساس تو باخبر نیست و برای همین براش ریسک بازم و نمیدونه که به چه شکلی بخواد به سمت تو قدم برداره. برای بچه‌های به اصطلاح عزیزان دلی که گفتیم این شخص میتونه دوست صمیمی، فک و فامیل، نمیدونم هر کی که باهاش رابطت به هم ریخته و جر و بحث، اختلاف یا فاصله بینتون هستش، برای شما باز میبینم چطور میخواد از دل شما در بیاره چیزی که ذهنشو مشغول کرده، چیزی که دیشب داشته دربارش به شما فکر میکرده، میزان پشیمونیش از رفتار، نحوه گفتار و حرفایی که به شما زده بوده و انگار که به بهانه‌ای دنبال عذرخواهی میگشته، دنبال یک بهانه برای برگشت زدن به شما بوده. من میبینم که طرف مقابل بدون شک توی فکر این بوده واقعا که بخواد رابطش رو با شما درست بکنه. حالا این میگم کیس کات شده باشه، رابطت باش خرابه یا هرچی، یا ممکنه کسی باشه که قبلتر گفتم همکارت توی محیط تحصیل یکی هست که دنبال ایجاد رابطه با شماست. به چی فکر میکرده؟ همچنان کارت بکشیم. چی توی فکرش بوده؟ ما توی 1 دقیقه فکر کردن ممکنه به 1000 تا چیز فکر کنیم، پس منطقیه که ادامه بدیم. تمپرنس دوباره باز به همون کانکشنه برمیگرده، یعنی این فرد به دنبال ایجاد این رابطه هست، دنبال تعادل هست، دنبال رسیدن به آرامش روی رابطه‌ای که بینتون بوده که شاید دیگه خراب شده یا هرچی هستش. این فرد اگر کیسی باشه که الان باش تو رابطه هستی، چرا اینا رو میگم اگر؟ چون ما اینجا رو هنوز نشنیدیم، مجبوریم اینو تهش بگیریم بچه‌ها. اینو گوش بدید. ممکنه کسی باشه که همین الان باهاشی، خب برای همین میگم اگر این نفر همون شخصی باشه که به اصطلاح الان باش تو رابطه هستی، تماما هم مغم نگه داشتن تو زندگیشو داره و چیزی که توی ذهنش میگذشته دیشب و بهش فکر میکرده این بوده که چطور توی این رابطه میانه رو باشه و محافظه کار باشه و مراقب این رابطه باشه که یه وقت خراب نشه. اوکی؟ برای بچه‌هایی که کات هستید 100% تمپرنس نحوه برگشت بوده، دقیقاً مثل همین کارت پیج آف کاپس. یعنی فکر می‌کرده من چطور میتونم دوباره این تعادل از دست رفته و این ارتباط قطع شده رو زنده بکنم. کیس کات شده شما دنبال راه برگشت بوده تو فکرش. بچه‌هایی که توی رابطه یعنی روی شخصی کراش هستید و طرف کراش شما هستش، فال داره بهتون میگه که این فرد باز به دنبال میانه رو آهسته ولی پیوسته قدم برداشتن به سمت تو بوده. به فکر این بوده که جانبداری بکنه دیگه، حواسش جمع باشه، یه وقت بیگدار به آب نزنه، نگاه هم تر هم خشک. تعادل رو میخواد رعایت کنه، نمیخواد چیزی رو خراب بکنه، نه آبروش رو تو خطر بندازه. تو برای توی محیطی هستین دیگه، نگران بقیه بفهمن، نه مثلا ریسک کرده باشه، میدونی دنبال یک راه امن برای به سمت تو اومدن میگرده. حالا چه کراش خودته چه خود این فرد، به تنهایی رو کراشه و تو اصلا نمیدونی. و مطمئن هستم که هموغمش این هست که
تعادلی رو داشته باشه و همزمان به سمت شما بیاد این فرد. خب کارت فکر کردن که رسما اومد. حالا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که افکاری که این فرد دیشب داشته و اینکه انقدر من اینجا حالشم بد دیدم، یعنی انگار خیلی سردرگم، و ببین اینجا 7 جام هست، همین 7 جام اینجا هم اومده. خب زیبنه دیگه. اینجا رو نگاه کن. علت این به هم ریختگی ها موقع فکر کردن دیشب به شما این بوده که انگار یه چیزایی با هم نمیخونه، تناقض داره با هم دیگه. میدونید چی میگم؟ انگار که طرف مقابلت بنا به یه سری دلایل فکر میکنه با تو بودن، به سمت تو اومدن، به سمت تو برگشتن، نمیدونم به تو پیشنهاد دادن، به تو ابراز علاقه کردن و هر کاری که حالا این فرد میتونه بکنه، مثلا اگه با هم قهرین و فامیلت، یکی از اعضای خانوادته، عذرخواهی کردن، آشتی کردن، اینا بنا به دلایلی هم منطقی و هم خوبه، بنا به یه سری دلایل هم نه با منطق جوره نه اصلا خوبه براش. ببین انگار بد و خوب، چه منطقی چه احساسی با هم قاطی شده. یعنی این فرد نمیتونسته انتخاب بکنه و افکارش به شدت قراقاتی بوده. این فرد اصلا انگار زندگیش به هم ریخته و باید واقعا افکارش رو جمع کنه و بالاخره یه تصمیمی بگیره. علت افکار دیشبش نسبت به شما اینه که به خودش که اومده دیده باید تصمیم بگیره برای برگشتن آرامش به زندگیش، برگشتن حس خوب و عشق و انرژی به زندگیش، برای به دست آوردن آرامش و عشق. باید تصمیم بگیره و میدونه که توی این وضعیت جز تصمیم گرفتن و حرکت کردن و عمل کردن چیزی کمکش نمیکنه. ایشون اینو میدونه و دیشب داشته به این موارد فکر میکرده که چه کار کنم، به حرف چی گوش بدم، چه کاری انجام بدم. یه کارت افتاد، دیدینش؟ کارت 8 شمشیر. ببین این فرد استرس و استرابش و نگرانی از تخریب و خراب شدن قضیه و احساس شاید اعتماد به نفس پایین و اینکه مثلا فکر میکنه نمیشه و بد پیش میره و نتیجه بده و اینها، همه اینا دست به دست هم میده که این فرد نتونه درست تصمیم بگیره. وگرنه که این فرد به نظر من خودش میدونه که باید به سمت شما قدم برداره و حرکتی بکنه، ولی انگار که نگرانه، فکر میکنه که مثلا ببین افکار منفیش زیاده، یه چیزی بهش اجازه نمیده، یک انرژی منفی دورش میبینم، یا واقعا حرف این و اونه یا افکار خودشه. ببین پریشون احوالیای فکری خودش هست و انرژی های منفی که ترس به دلش انداخته هستش که جلوی این فرد رو میگیره. خب داره ضبط میشه. خب کارت استرنگ هست که خب میتونه اشاره بکنه به اینکه باز این فرد انگار تماما احساس میکنه بودن شما، حضور شما و وجود شما در زندگیش میتونه واقعا باعث و بانی حال خوب براش باشه. خب یعنی چجوری بهت بگم؟ انگار که تو گزینه مهمی تو زندگی این فرد به حساب میای و میتونی ازش حمایت بکنی. با تو انگار دلش گرمه، با تو دلش قرصه، خصوصا اونایی که با فرزندشون قهرن یا دوست صمیمیت بوده با هم قهر کردین، خواهرت، پدرت، برادرت، مادرت، انگار یه حس حمایت کردن تو رو نیاز داره، احساس نوازش کردن بهش، قدرت دادن، عشق ورزیدن تو رو میخواد. بچه هایی که قهرین، این فرد واقعا دلش برای اون روزهای خوب، اون آرامش، اون رابطه تاپ تاپ میکنه. اینجوری بگم قلبش تاپ تاپ میزنه. برای بچه هایی که کات هستید هم همین تعریف رو داره، یعنی دوست پسر یا دوست دختر کات شدتون یا همسر سابقتون، کسایی که رابطتون قطع شده، داره بهتون میگه که این فرد انگار کسی مناسب تر از تو برای خودش نمیبینه. این فرد فکر میکنه تو تنها کسی هستی که بلدشی یا میتونی بلدش باشی. ممکنه این فرد رو کراش اصلا رابطه هم با هم نداشتین. فکر میکنه تو تنها کسی هستی که میتونی زندگیشو سامون بدی، بهش احساس خوب بدی، قدرت بدی، آرامش بدی. و مطمئن هستم که یکی از دلایل این که تو فکرت بوده همینه که تو چقدر جات توی زندگیش خالیه. ایشون مثل یه شیر وحشیه که نیاز داره یکی رامش کنه، یکی کنترلش بکنه. بلا نسبتا مثاله. و میخوام بهت بگم که به هر حال طرف مقابل توی فکر داشتن تو و نیاز به تو و میزان عشق و ارق و احساس و احترام به تو بوده که چطور بتونه تو رو تو زندگیش داشته باشه. کارت آخرم بکشم بریم سراغ حسش و بعدم اون موارد رو براتون ببینیم.
کارت آخر کارت 7 چوبه. ببین به موانع بینتون خیلی فکر میکنه و شاید با شما دعواش شده باشه و تو فکر این باشه که خب من چرا اونجوری حرف زدم، چرا اون رفتار بدو کردم، چرا لجبازی کردم، چرا گیر دادم، چرا جر و بحث کردم. ببین یه کاری کرده که شاید در حسرت اون کار هست و بالعکس تو رو از دست داده در حالی که میتونست برات بجنگه. الان حسرت اون جنگیدنه رو میخوره، با خودش میگه کاش جنگیده بودم براش، کاش دو تا جمله بیشتر وای میستادم جلوی مامانم بابام یا فلانی آلوبه که به اصطلاح جدامون نکنم. ببین خیلی بستگی داره به سناریو و قصه زندگی شما، ولی کلی میخوام بهت بگم این فرد پشیمون ممکنه باشه از فرصت هایی که در مقابل تو از دستشون داده و دیشب داشته میفهم کرده که چطور دوباره تو رو داشته باشه. برای بچه‌های کراشی مثلا که با هم گذشته اینو نداشتین و هیچ اشتباهی از سمت طرف رخ نداده و هیچ فرصتی میس نشده و این داستانا، برای شما دارم میبینم که این فرد به فکر موانعیه که بینتونه و داره به این فکر میکنه که من چطوری موانع رو حل بکنم. یعنی همش تو فکر این بوده که آقا به فلان، یادت اینجا بهت گفتم به فلان و فلان و فلان دلیل، یا اعتماد به نفس پایینه، یا افکار منفیه که اجازه نمیده، یا یک سری دلایل دیگه، چیزای بینتونه. داره به این فکر میکنه چطور اونا رو حل کنه، چطور اونا رو دور بزنه، چطور به سمت شما بیاد. و این جزء مواردیه که دیشب این فرد بهش فکر میکرده. مشخص این فرد فکر پریشونی داره بچه‌ها. بریم ببینیم که طرف چه احساسی نسبت به شما داره، اصلا حسش به شما چیه. همین کسی که دیشب تو فکرت بوده چه احساسی نسبت به شما داره. خب کارت هرمیت، ببینید این فرد به ظاهرش نمیخوره. یعنی تو فکر میکنی که علاقه‌ای وجود نداره، فکر میکنی که اصلا حسی بهت نداره، یه تایم گذاشته رفته، مثلا خصوصا برای بچهای کات شده یا اونایی که با یکی از اعضای خانواده‌شون قهرن و الان این ویدیو رو دارن میبینن، داره میگه این فرد به ظاهرش نمیخوره ولی بدون خیلی تنهاست و به شدت از وقتی تو رو نداره حس تنهایی بهش دست داده. و ببین لاورز اینجا، ببین ویلا فورچون، این فرد بدون شک عاشقته، فرق نمیکنه کیه چی کارته. ببین قبلتر گفتیم این شخص کیه و چه نسبتی میتونه باهات داشته باشه. این فرد بدون شک به طلاق منده. مثلا برای بچهای کراشی خب داره میگه این فرد از وقتی تو رو دیده راهشو پیدا کرده، فهمیده اون آدم مناسب شمایی و احساسش به تو مثبته چون با تو راه و مسیر آینده رو روشن میبینه. بچهای کات شده گفتم این فرد تنهاست و از این تنهایی ناراحته و با خودش فکر میکنه که با عشق به تو و برگشتن یا بودن با تو میتونه دوباره اون عشق و احساس رو تقویت بکنه و زندهش بکنه. ببین چون لاورز اومده ما دیگه حرفی نداریم بزنیم. خب اونم کنار ویلا فورچون 100% احساس اگر منفی هم بوده مثبت شده، پس 100% به منزله احساسات مثبت و عشق و ارق و احساس و هر چی که شما بگی، حس صمیمیت و حس نیاز و حس دیوانه وار عاشق بودن رو داره، حس کراش رو درش داره، حس مجنون بودن رو داره، حس اینکه این فرد هنوز با تو صمیمیت رو داره. بسته به مدل رابطه‌هاتون دارم میگم. پس این فرد حتی میتونم بهت بگم خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر بکنی به تو علاقه‌منده. شک ندارم احساس در همین لحظه نسبت به شما مثبت. خب ببینیم که از سمت این فرد آیا حرکت، قدم یا سخنی خواهد بود. خوشحال میشم بچه‌ها اگر تو اینجای فالو دوست داشتین لایکش کنین. کلی با این کارتون از ما حمایت کردین و امیدوارم که خوبی خودتون به خودتون برگرده. دوستان عزیزم آیا این فرد به شما ابراز علاقه یا احساس میکنه و قدمی برمی‌داره؟ ببینیم که کارت ها چه چیزی رو به ما نشون میدن. خب ببینید این فرد فعلا صبر میکنه، حتی کارت نهایی هم کارت صبره. علتش هم اینه که ایشون میترسه. ببین یه ترس، یه اضطراب، یه ترس از به هم ریختگی و از دست دادن فرصت، ترس از این که نکنه نشه و نکنه اونجور که میخوام پیش نره براش میبینم. در هر حال من فعلا با اینکه این فرد بارها شاید تصمیم بگیره قدم برداره، بازم براتون صبر میبینم. فکر میکنم طرفتون فعلا صبر کنه و فعلا حداقل این زودیا که دارین ویدیو رو میبینی از سمت این فرد ممکنه قدمی نداشته باشه، ولی از اونجا که میبینیم تصمیمشو داره، فقط یه مقدار انگار سختشه و نگرانیاش باعثش میشه که دست نگه داره، پس بازم ناامید نشید. مهم اینه که این فرد این تصمیم رو داره. حالا انشالله که به زودی این تصمیم رو بگیره. وقتی ندیدیم دیگه از خودمونم نمیتونیم صحبت بکنیم. کارت ها به ما هیچ اقدامی رو نشون ندادن. خب بریم ببینیم که فنجون شما چی بهتون میگه. مشخصات رو بچه‌ها بهتون میدم. اگر یه گروه هم به کسی که میشناسیش خورد تمومه.
ولی میتونی تا تهش رو گوش بدی، شاید 4-5 گروه دربارش شنیدی و این میتونه باز اون حس خوب رو بیشتر بکنه. اولین موردی که میبینم حرف نون یا حرف ت 2 نقطه است. یکی از این دوتا توی اسم این کیس میتونه باشه. حرف آی با کلاه هست، مثل آرمین، آرش، آزیتا، نمیدونم آرزو، از این مدل اسما که با آ شروع بشن. برای شما میبینم که آخر اسم طرف میتونه ما یا سا باشه. سا باشه مثل مهسا، مثل نمیدونم دورسا، از این مدل اسما. اگر مثلا آقا باشه سا، نمیدونم چی سا، واقعا آقا به ذهنم نمیرسه. ولی خب اگر که ما باشه، خب آقا هم داریم دیگه، مثل نیما، درسته؟ پس میتونه آخرش ما یا سا داشته باشه. بچه ها این حرف ام بزرگ رو اینجا میبینی؟ حرف ام بزرگ، حرف ام میتونه توی اسم کیست باشه، دقیقاً بالاش حرف اس انداخته میتونه توی اسم کیس باشه. خیلی زیاد افتاده، یعنی فکر می‌کنم همه اینجا مخاطب داشتین، یعنی اصلا بیخود نبوده این فالو دیدی، حتما اون طرف تو فکرته. خب اینجا حرف ز میبینیم، حرف ر میبینیم، میتونه حرف ر یا ز یک نقطه منظور ز یک نقطه نشه، میگن ز رزه، از این مدل حروف داشته باشه. این فرد میتونه کسی باشه متولد برج مهر، یعنی مهر ماهی باشه. این فرد میتونه اول اسمش یا فامیلش حرف ف داشته باشه، یعنی اف انگلیسی. این فرد میتونه کسی باشه که شما قبلا باهاش رابطت کات شده و علت کاتتون یا رقیب یا مادر طرفتون بوده و این فرد دلتنگ شما سلام. این فرد میتونه تو اسمش ببین سینو 2 تا سین انداخته، میتونه با سین شروع بشه، سینا، سارا، سمیه، سمیرا، دیگه خیلی زیاده، ساسان و سامان و سهراب و سپهر و خیلی زیاده. و این فرد میتونه اینجا رو ببین دوباره حرف اف انگلیسی انداخته ولی تاکید کرده تو فامیلی، مثل فیروزیان، مثل نمیدونم فروزان فر، از این مدل اسما و فامیلا. اینجا حرف ب و الف رو میبینیم و نه حرف ب، ببخشید الف نداره، حرف ب و بالاش حرف میمه. من اینجوری نگاه کردم شبیه با بود، پایینش حرف ب، بالاش حرف میم، مثل بهمن، مثل بهرام، درسته؟ مثل ابراهیم، از این مدل اسما. حرف میم آخر انداخته بچه ها. حرف میم آخر یعنی مریم و آرشام و از این مدل اسما. خیلی زیاده، خیلی زیاده. این سری فکر کنم خیلی هم مخاطب ما هستن. بچه ها حرف لام انداخته، مثل میلاد و لیلا و لادن و عدد 12 میبینم، ممکنه توی شمارش باشه. ماشین سفید میبینم عزیز دلم، ممکنه ماشین سفید نقره‌ای از این مدل رنگا داشته باشه. این فرد میتونه از فامیلای مادری شما باشه. این فرد میتونه کراش شما باشه، کراشی که شما تو محیط کار زدی، همکارت باشه، یعنی که اینو اون اولم گفت. این فرد بچه ها میتونه کسی باشه که کلن چجوری بگم، از این افرادی هستن که ظاهرشون با باطنشون خیلی فرق میکنه. مثلا ظاهرش خیلی غلط اندازه ولی باطنش به شدت وقتی باش میری تو رابطه میفهمی چقدر گله، و بالعکس ظاهرش خوبه ها ولی وقتی باش میری تو رابطه تازه میفهمی با چه مال رفت خطی تو روبرو شدی. یکی از نمادهای یه شخصیت درو افتاد در کل. برای همین میگم فرق نمیکنه خوب یا بد. این فرد بچه ها میتونه متولد فروردین باشه، میتونه متولد شهریور یا آبان باشه. بچه ها حرف امیر رو قشنگ دارم میبینم، ممکنه تو اسمش امیر داشته باشه یا اسمش امیر باشه یا فامیلیش امیر، امیری مثلا. امیر رسما افتاد. حرف دال آخر اسمش باشه، این که همیشه هست بلا استثنا. بچه ها حرف حرف کاف میبینم، مثل کیان، یا تو فامیلش باشه فرق نمیکنه، کیوان. الف که تا دلت بخواد هست، یعنی الف رو دیگه فکر کنم همتون تو اسم کیستون دارین، یا ای انگلیسی. بچه ها براتون عدد 10 میبینم، ممکنه برج 10 به دنیا آمده باشه، یعنی دی ماهی باشه، یا اینکه تو شمارش عدد 10 رو به وضوح داشته باشه.
ممکنه تو آیدیش عدد 1 0 و M وجود داشته باشه. آیدی مثلا آیدی اینستاگرام. خب امیدوارم بچه از این ریدینگ لذت برده باشین. این بود کل چیزهایی که من میتونستم بیشتر ببینم، ولی اصرار به بیشتر دیدن ندارم فعلا. میخوام برای شما عزیزان دلم یه دونه کارت لنورماند بکشم و نیت کنم اگر قرار این فرد به سمت شما حرکتی بزنه اون تایم کی خواهد بود. بالاخره شما خیلی بلا تکلیف از این ویدیو نری بیرون. خب بچه‌ها وعده دهی لنورماند در واقع خودش فصل داره. الان فصل خرس فصل تابستونه، یعنی تو همین تابستون باید این فرد به سمت شما بیاد و یه قدمی برداره. ولی اگه بخوایم عددی وعده بدیم عدد 6 مثل 6 روز 6 هفته 6 ماه. مرسی از همراهیتون تا برنامه بعد. فعلا خدا نگهدار.